زیارت شاپ تقدیم میکند. دیگه مصطفی جان سازی بچه چوکا دیگه اوش بچه چوکا برادرم عبدالله جان نپرد راستی یک چند روز شده میدم میره نفس بسیار تنگی میکنه ما ای اوه بخون برادرم مزاق میکنی چوکا هایروی همی اوهی خنگه همی هوای گرم افتخ اوی خالدنگ استفاده برده به همین روزا رسیم حالا بگو لیاخی ها را خنک زنانده روی نفس شد برادرم هایروی همی اوی خنگ به همین روزا رسیم برادرم این قدر داروی گوی طبیعی را توصیه میتی برادرم ما ده یکون چیزی برادرم اینا فیرمای سونامت لیاخی برونخی برادرم اوستش که وارینی را چی مرا میگی مزاق میکنی چی میکنی نه اوخی برادرم فیرمای سونامت کو از کتابی بو علی ابن سینا تمام علفای گیاهی را جمع کرده با عسل آمیخته کرده گی لیاخی برونخی تیار کرده گی اینا میرا میخری روی نفس آزاد ولی همه خیلی بگو بگی بانک چرا ان شاء الله بعد میاد بانک برادرم نه اگر که تمام شد کو در همین رقم مراجعه میکنیم با بچه‌ها کجایی که بخوای کو دستافکار میکنن اکی رفت دیگه شهر رسیده باشیم چی بار میشوه تو گلانی سلامتی را احتیاط کو اوی خنک دای تویستون کو ای خلدن کم بخور فهمیدی برادرم ان شاء الله با توصیه شما سلامتی را احتیاط کن سلامت باشید زنده باشید برادرم بارک الله فیکم سلامتی هر یک شخص از خود او وابستگی دارد خود را احتیاط کن